شبکه‌های اجتماعی در انعکاس و تحلیل فعالیت سازمان فرهنگ کشور سهم نظر دست گذاشتند. حاضرین ارجمند، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان در نیم ساله یکم سال 2024 برای عملی‌سازی سیاست فرهنگی کشور و تشکل فضای یگانه فرهنگی فعالیت خود را روانه. در این دوره در حیات جمعیت سیاسی و فرهنگی کشور رویداد و چاره‌بین‌های بسیار مهم برگزار کردند. آنها در تشکل معنویات جمعیت، طور نمودن فضای فرهنگی کشور و معرفی صنعت هنری ملی نقش مؤثری بازیدند. اهل فرهنگ کشور در برگزاری چاره‌بینی‌های مهم سیاسی و فرهنگی از قبیل تجلیل روزی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان، عید بین‌المللی نوروز، برنامه‌های مشترک شام دوستی با کشورهای ترکمنستان، ازبکستان، فستیوال سیمپوزیومی بین‌المللی ششمخان، روزهای فرهنگی تاجیکستان در آذربایجان، تحلیل 30 سالگی تأسیس‌یابی قشون‌های سرحدی، فستیوال سیمپوزیوم بین‌المللی ششمخان، برنامه مکمل فرهنگی در دایره کنفرانس بین‌المللی آب، 815 سالگی متفکری بزرگ تاجیک مولانا جلال الدین بلخی و قرارگاه یونسکو و دیگر چاره‌بینی‌های فرهنگی معرفتی سهم نظر است باشند، باعث ذکری خاص می‌باشد. با جلب کارشناسان بین‌المللی در سطح بلند قرار مانده شده است. کارهای تکنیکی، خریده‌سازی، آماده کردن تپسیانکه‌ها علاقه پره به انجام رسانیده شدند. تشکر و دقت. نزدیکی یک جلسه بود در نزد جانشین سروزیر آقای امین خانم، در آنجا معاون وزیر فرهنگ و سفر اشتراک کرده بودم. میخواستم از فکر و مبارزه و آن رفتی اجرایشی بود خانم. سال 2018 کتاب توسعه لباس‌های ملی و نشر داشته بود و از آن به کارخانه‌های دوره‌ها و مسته‌ها، نمونه‌ها، نسخه‌ها دسترس کردیم و معیارهایی که در لباس‌های ملی حرکت مقرر شدند اما سال پیشنهاد شده بود، اما با تعلیم موقعی دیگر در شکل دیگر رسم‌های نو از مناطق جمهوری پیشنهاد کرده شده است. حرکت کتاب آماده چاپ است. نسخه اولینش به حکومت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردید و کمیسیون مشترکی که از وزارت اداره‌های داخلدار شامل بودند در این کمیسیون قبول کردند. اما در مورد لباس‌های مردانه علاقه چند این چیز مقرر است. اما ما می‌دونیم که در تمام دنیا در مؤسسه‌های دولتی و وزارت اداره‌ها شیم و کستوم مقرر شده است، بین‌المللی است، اما با علاوه نمودن یگان دیتال یا اقلامی ضروری خلاصه‌های پیشنهاد نشدند و مهمتر است امروز کتاب به نشر آماده است، پیشنهاد می‌گردد و با تمام قشرهای جامعه دسترس می‌گردد که لباس وظیفوی خدمتچیان دولتی باید چگونه باشد، نمونه‌های لباس‌ها پیشنهاد شده است، لباس کارگران عادی، لباس‌های ورزشی و دیگر نمادها. ببخشید، لباسی که در قانون است که در جاهای جمعیتی پوشیدن لباس به فرهنگ ملی بیگانه منع می‌شود. یعنی این کتاب که شما در گفتید این نوع لباس‌ها را در نظر می‌گیرد و مردم باید چگونه لباس بپوشند. می‌خواستم به همین سوال که لباسی به فرهنگ ملی بیگانه چیست؟ کدام نوع لباس است؟ لباسی به فرهنگ ملی بیگانه همه می‌دونیم که مثلا در اروپا چگونه لباس است، در غرب چگونه است، در شرق چگونه است، اما لباس ملی ما از قدیم الایام که معلوم است امروز نمونه‌هاش حرکت در کتاب پیشنهاد شده است و یعنی طرز تاجیکی پوشیدن لباسایی که خاص مردم تاجیک است مقرر شده است. در کتاب نمونه‌ها صورت‌ها پیشنهاد شده‌اند و مؤلف کتاب خورشید نظامی است، تهیه‌گر این کتاب، متن هم از ایشان است و رسم‌هایی که سال 2018
در کتاب توسعه نشر شدن تکرار میشوند چون که نه اونقدر سال گذشته است، اما با علاوه چند پیشنهاد دیگری همه نمایندگان قشرهای جامعه در این کتاب جا داده می شود. شاید خورشید نظامی در این باب علاوه داشته باشند در مسئله تهیه کتاب. این کتاب همچون تهیه‌گر مکمل کرده کتاب همچون تهیه‌گر تدوین. این همون دستورالعمل تفسیری سال 2018 می باشد و لباس‌های تفسیری خرید شد اینجا برای خدمت‌های باقی، برای سیر و گشت، برای چاره‌بینی فرهنگی، برای دادگاه‌های جمعیتی با نظرداشت ارزش‌های ملی و همون فرهنگ ملی ما خاص لباس‌های تفسیری پیشنهاد می‌گردد و ما بعد از اون دستور سفارشی که محترم بسیار معذر می‌گردد روز مهم در واقع با اهل جامعه و فعال جامعه خادمان دین دادن دو گروه کاری تأسیس و تأسیسات والیمون، گروه دیگر تأسیسات طراحان و دیزاینران وابسته به مسئله تاریخی فرهنگ ملی لباس ملی کاربرد شده شده است. برنامه در تلویزیون و رادیو ثبت کرده شده و ما تصمیم گرفتیم که با مقصد معرفی لباس‌های ملی و نزدیکی فستیوالی نخستین فستیوال لباس‌های ملی رو با همون بهترین انواع بسیار صنعتی گلدوزی از چکمدوزی اطلس و اطلس و نمایش گذاری. این مطلب بعد دادن که همین گونه طرح لباس‌های تاثیری مردانه نیست پیشنهاد کرده می شود، ولی همین از چی باشد که ما ندیدیم چیز مقررنامه چگونه بود البته نمیدونم، اما با علاوه یگان نشانه دیگر یگان خصوصیت ملی داشته شاید که پیشنهاد شود. بعد از انجام یافتن ما با سامانه وزارت فرهنگ خبر میدیم به توسط روزنامه مجله وزارت. Вопрос такой, планируется ли в этом году Дни культуры России проводить в Таджикистане? В прошлом году они были, примерно в июле, насколько я помню. Есть ли план провести в этом году? Ну и второй, я не знаю, это Минкультуры вопрос адресовать или нет. Как продвигается процесс строительства театра имени Маяковского нового здания? Спасибо, вы правы. В этом году мы договаривались уже, были кое-какие договора. Мы перенесли на следующий год, потому что в этом году очень много было мероприятий, студийства. А насчет строительства театра, она очень плодотворна и как бы очень много было переговоров, кое-какие проблемы уже как бы решены. Со стороны Таджикистана были переговоры на высшем уровне, и со стороны Министерства культуры, и со стороны подрядчиков и строителей. Как бы все, что нужно было, уже переговорено. Мне кажется, все документации, которые должны были для того, чтобы утвердить это, они уже утверждены. Работа идет, даже были такие предпосылки, что в течение 2 лет. Ну, сейчас идет еще плодотворная работа. Мне кажется, в ближайшие годы этот театр будет уже функционировать. Между правительственная комиссия, а также у нас есть межведомственная комиссия, которую мы работаем с Министерством культуры Российской Федерации. Я непосредственно этим вопросом курирую со стороны Министерства культуры Республики Таджикистан. Я могу на сегодняшний день сказать, что сделано со стороны правительства города Душанбе. Постановление о выделении 1 гектара земли для строительства данного театра. Также сделана полностью эта территория освобождена для дальнейшей строительной работы. У нас был онлайн переговоры с представителями Министерства культуры, а также с представителем единый заказчик, который работает этим, и он будет осуществлять строительство данного учреждения. И то требование, которое со стороны правительства Российской Федерации, а также со стороны Министерства культуры и единого заказчика было направлено нам, мы полностью их удовлетворили.
Поэтому никаких вопросов об этом сейчас не возникает. Но строительство, сейчас идет работа документации, так как вы сами знаете, что там выделяется отдельный земельный участок для других коммуникационных строительных других работ. Мы со стороны правительства Республики Таджикистан, а также Министерства культуры Республики Таджикистан, то, что было требовано, мы все это сделали, а строительство, наверное, в конце этого года или начало года начнется. Спасибо. Начало следующего. Да, начнется, поэтому никаких проблем в этом не возникает. У нас идет ежедневные переговоры, а также онлайн переговоры. قانونی تنظیم در طیها را ویران میکنند $9,500 مقرر شده است. با نظر داشت آن که معاش نانه در تاجیکستان 2000 تومانی است، آیا تعیین این گونه جریمه یعنی $9,500 درست است؟ 2.5 یا 9.5؟ 9,500 سوال دومی ما در خصوص آن بود که آسمان‌های تاجیک شکایت می‌کنند که در کاخ باربد گذراندن کنسرت اجازه ندارند و طبعا که ما می‌بینیم کنسرت‌های چند وقت آخر در این کاخ تنها کنسرت‌های دولتی گذرانده می‌شود، چهاربین‌های دولتی. می‌خواستیم بفهمیم که آیا آسمان‌های تاجیک می‌گویند که نرخ گذراندن یک کنسرت در کاخ باربد 250,000 تومانی است. می‌خواستیم بدانیم که آیا این درست است و اجازه‌نامه را کی می‌دهد و آیا به هنرمندان تخفیف هم داده می شود یا نه؟ و کمیته امنیت حکومت جمهوری ترکستان در سمت تنظیم سفرهای هنری و هنرمندان فعالیتی و تنظیم فعالیت هنرمندان این زمان وزارت در این سمت کاربری دارد در لایحه قاعده‌های ترتیب تشکیل سفرهای هنری در جمهوری ترکستان با نظر داشت تغییرات یا که قانون نوی فرهنگ که سال جاری قبول کردید در اساسی رای تهیه کرده است که تا آخر سال یا شاید سال 25 پیشنهاد شود مسئله جریمه این سوال و کمیته اندازه حکومت جمهوری ترکستان وابستگی دارد. مسئله کنسرت در کاخ باربد طبعا اطلاع دارد مجمع دولتی کاخ باربد مؤسسه نزد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری ترکستان و تعداد حدوداً 2,000 جای نشست. در حقیقت 250,000 سامانه اجاره هست چون جای زیاد دارد و مؤسسه دولتی هست. یکم محدودیت نیست. ما تا این روزی که فعالیت داریم یا حدوداً 8 سال است که در وزارت هستم و جز یک مراجعت جهت برگزاری شورابینی در باربد دیگر مراجعت است یکم هنرمند برای کاخ باربد وارد نشده است. این اما محدودیت نیست میتوانند مراجعه کنند و دستگاه اجرایی برای برگزاری شورابینی. برای برگزار کردن این چهاربین‌های دولتی هم 250,000 می‌سپرن؟ نه، این دیگر مؤسسه دولتی حکومتی است و شورابینی حکومت اینجا در بوده است. شورابینی مؤسسه دولتی است. تشکر. سلام علیکم تئاتر لاهوتی و چایخانه راحت است که آیا مشخص هست که اینا تخریب میشن یا باقی میمونن. سوال دوم از آقای دولت سفر است در مورد نمایش کتاب دوشنبه. آیا برنامه هست که سطح و صفت این نمایش بین‌المللی کتاب دوشنبه بالا برده شود و همینطور جغرافیای این نمایش گسترش پیدا بکنه؟ تشکر ایزید. از بین بردن تئاتر لاهوتی از این آموزه هست، یکم چیزی دیگر آموزه نیست. فقط میگم که در بینای تئاتر درامایی به نام قاسم لاهوتی دو تئاتر کار فعالیت کرده ایستادند. چون که شما اطلاع دارید این تئاتر روسی درامایی به نام ولادیمیر مایکوفسکی اونجا فعالیت کرده. اولی برنامه دادن یا گرفتن بازی یکم گپ خبر نیست. این مثلا نمایش بین‌المللی کتاب دوشنبه این سال نمایش 11 کتاب دوشنبه دایر می‌گردد تا آخر ماه اکتبر سال جاری
و سال تا سال تکمیل یافته ایستاده است. حدودی معیار اشتراکچیان نیز از گوشه و کنار دنیا شرکت می‌ورزند. سال گذشته 22 مملکت دنیا در نمایش بین‌المللی کتاب دوشنبه اشتراک کردند و طرزی یا فرمت پیشنهادش سال تا سال توسعه می‌یابد. مثلا در آثارخانه ملی دعای درجه بود که همه شما اخلاصمندان کتاب شرکت داشته. این سال نیز ما کوشش می‌کنیم هم سطح مبلغ گذاری زیاد شده است نسبت سال‌های پیشین و اشتراکی اخلاصمندان هم تعدادی مملکت‌ها زیاد می‌شود. ما به همه مملکت‌های دنیا با طریق مکتوب مراجعه می‌کنیم، پیشنهاد می‌کنیم از روی امکانات و شرایط اشتراک می‌کنند. یعنی سال تا سال سطحی گزارندن این چاره‌دهی بین‌المللی تکمیل می‌یابد، توسعه می‌یابد. این سال نیز نشریه‌های وطنی با تئوری خوب آماده هستند که کتاب‌های تازه نشر خود را در این نمایش بین‌المللی پیشنهاد کنند. خانه‌های فرهنگ، کتابخانه‌ها، تئاترهای تابستانه و زمستانه که در مضافت‌ها حلقه خصوصی شده‌اند و شکل فعالیتشان دیگر شده، آیا واقعیتی وزارت فرهنگ را به تشخیص می‌آورد؟ ترکستان عین ها 4 گروه تأسیس داشته از سال 2011 وزارت اداره مانیتورینگ وضع آموزشی مؤسسه‌های فرهنگ در ولایت‌ها و شهر رو راه‌اندازی گردشته است. عین ها ولایت خرطوم و صبح و اتمام رسید چند سپس آموزشگران مختلف بیشتر می‌برند و شهر ولایت جمهوری در دوره همین معین می‌گردد. پروبلم‌ها از 26 سال ما سنجش گذارنده شدیم که معین کنیم تا کدام اندازه فعالیت می‌کنند. در این زمینه کمیته برای بین‌المللی کمیته با ما همکاری کرده است. در برنامه اخبار مشکلاتی که هست در جماعت‌ها در دهات و مسائل کل‌ها این دیکورسیون پیش‌از پروبلم‌ها یک چیز دیگر که اساساً در توازن مقامات اجرایی حکومت دولتی و جماعت‌ها هستند که خانه فیلیال‌ها عموما 2546 مؤسسه فرهنگی در جمهوری فعالیت می‌کنند و بعد مانیتورینگ که انجام می‌یابد تا 20 آگوست با خلاصه وزارت اداره و کارشناسان و گروه‌های کلی ما گرفتن. بعد ما معین می‌کنیم که آینده کدام استراتژی هدفمند را تهیه کنیم، با مقامات محلی در کدام سمت با همکاری را توسعه بخشیم. پروگرام‌ها رو ما خوب می‌دونیم، از روی همون کار کردیم. و همه شما کارمندان دفتر اخبار ما بیش از همه زمینه‌دار هستیم. هم می‌تونم در آینده از همکاری‌های ما بازیشتر می‌شود برای پیشرفت فرهنگ و عموما سیاست فرهنگی حوزه اجتماعی ملت ما کوشش رو خرج می‌دیم که برای پیشرفت جامعه و دولت عزیز ما بیشتر و خوبتر